تعداد روزها ما برای فعلا برای تمام مراکز به شکل نرمال 4 روز وقت تعیین کردیم که در 4 روز تذکره الکترونیکی را از روزی که ثبت نام میکنه برشان تسلیم بکنه که در اکثریت مراکز ما این پروسیجر تطبیق میشه الا حالتهای استثنایی که مشکل پیدا شوه یا در قسمت معلومات بایومتریکشان مشکل باشه یا کدام مشکل استثنایی دیگه. یعنی نرمال ما 4 روز است، اما بعضی اوقات تا 6 روز و یک هفته و در حالتهایی که باز مشکلات جدی باشه شاید زمان بیشتر بگیره، اما به شکل نرمال 4 است.